چطور دوفامندات کنستم و ببینید من خیلی خوش اومدی. آقا بچه من تو این اسای کوئسشن مارکس گذاشتم، گفتم یه چالش بگید ولی کوتاه باشه که توی روز من بتونم انجام بدم. شما هم گفتید. قبل اینکه بدیم سابقه ویدیو لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره زنگولم بزن که ویدیو گذاشتیم شما باشید. بریم بعد ویدیو. خب بچه ما اومدیم. بچه اولین چالشیتون این بود که برو با یه تید ادشاتشو بزن. اما ما کل تیدا اینا رو خالی کنیم. با یه تید بریم با دیزت فقط میشه ادشاتشو بزنیم ده. با اون یکی که یادو نمیمیره. خط نگیر نتش ضعیفه. این بابا نزن، من اینا رو هم انرژی میزنم. بابا نزن یه لحظه. خب بیا جلو. نزن بیشور. برو تو کوچه داشته من انرژی میزدم. بچه این اولین چالشمون. خب بچه ما اومدیم دومین چالش دارم اینجا. خدا نشستی یادو بزن. نشستی بابا بیا بیرون، من نشستم. آخ بنفیشال بخواه. بچه بدیم مدای دومی ما این چالش انجام بدیم بعدی تمام میشه. خب بچه ما اومدیم آدو نیستش. بریم یه بار دیرم چون خیلی سریع گذشتش. خب بچه ما اومدیم مدای چالش سوم و گفتید برو با یاد دوست شو بعد بزنشی و یکم پفیوزانه است ولی خب دیگه داشت دیگه. دوست شو مدرک. دوست شو. خاخ بنازم. فشار بخور زدم. بچه ما اومدیم چهارمین چالشی داریم که بدون استریم پلی بدم. یکم آسونه. خب استریم من گاد نیستش اصلا. پیام ندید بابا ناموزه. بیم از این ورق از این ور بیاد. زد آجی. بچه ما اومدیم از بار دوم. بابا کمپ نکن. بچه تا چالش انجام ندیم ولکن نیستیم دیگه. ما ایکی بزنیم که با ایکی هستم بلد نیستم بزنم. آره خب دیگه بچه من ایکی برداشتم. این پوفیوز خب بچه چالش شیشمتون هم این بود چه بود؟ یاده با مش بزن. بچه ما اومدیم بوده دوم تیکشون کنیم. بیا بیرون. بینازم عجب چیزی زدم. بیایید جلو. بچه من یخامم گذاشتم کنار. یخامم یه نفر. این هم 2 نفر. خب بچه ها میدونم از این ویدیو خوشتون اومده باشه و اگه دوست داشتید از این ویدیو بگیریم 100% بگین. حالا توی بتل تو کلش اسکواد من انجام میدم و عشق منید. تا ویدیو دیگه خدا نگهدارتون.